شاهنامه برای ما فقط کتاب تاریخ نیست. شاهنامه برای ما کتاب خرد است، کتاب علم است، کتاب ادبیات است، کتاب کشورشناسی است، کتاب طب است، کتاب فقه است، کتاب انصاف و عدالت و رای است شاهنامه. برای همین اولی کاری باید ما بکنیم که در مکاتب، خصوص در مکاتب عالی، کورس های در دانشگاه های فیلولوژی، کورس های ادبیات باید جاری کنیم، کورس های آموزش شاهنامه رو باید جاری کنیم. کورس 6 ماه است یا 1 ساله است که فقط شاهنامه خوانده شود. فقط یک کورسی که مثلا یک درسی مخصوص امسال مثلا در نیم سال شاهنامه رو خونه، نیم سال دیگر سعدی رو خونه، نیم سال دیگر حافظه خونه، نیم سال دیگر بیدله، علاوه بر اون فنهایی که میخونه. بهترین مثلا چی میگن سلاح ما تلویزیون داریم. هر هفته برسن اگر تلویزیون جلب بکند مردم که در شاهنامه خوانی، از داستانی مثلا کیومرث سر کرده تا تحمورث، تا داستان زیبا دارد، داستان سیاوش دارد که پر از آب چشمه، داستان بیژن منیژه دارد. یعنی باید هضم کنیم. به خاطر آنکه فردوسی نو بیاریم ما باید شاهنامه را هضم کنیم که به فردوسی نو پیدا شود.